با سلام به شما تمامی فراگیران زبان برنامه‌نویسی پایتون. در خدمت شما هستیم با جلسه اول آموزش مقدماتی پایتون. خب در جلسه قبلی ما یک معرفی اجمالی از زبان برنامه‌نویسی و علاوه خصوص زبان برنامه‌نویسی پایتون داشتیم، توضیحاتی رو دادیم. به نظر من در واقع مهمترین علتی که ما زبان برنامه‌نویسی پایتون رو انتخاب کردیم در واقع همین مباحث مختلفی هستش که پایتون درونش داره فعالیت میکنه. این جلسه میخوایم با در واقع نحوه راه اندازی محیط برنامه نویسی پایتون آشنا بشیم. اول از همه یک توضیح مختصری در رابطه با انواع محیط های برنامه نویسی و اینکه اصلا محیط برنامه نویسی چی هست. محیط برنامه نویسی یا به اختصار IDLE برنامه یا محیطی هستش که ما در اینجا کدهای خودمون رو می‌نویسیم و کدها رو تبدیل به برنامه می‌کنیم. به طور کلی دو نوع محیط برنامه نویسی وجود داره، کامپایلرها و مفسرها. خب درباره تفاوت این کامپایلرها و مفسرها در ویدیوهای بعدی در یک ویدیو مختصر به توضیح این دو میپردازیم. اما فعلا شما صرفا بدونید که محیط برنامه‌نویسی پایتون به صورت پیش‌فرض یک محیط برنامه‌نویسی به اسم IDLE پایتون هستش که من اگر این رو باز کنم شما می‌بینید که یک محیط بسیار ساده‌ای داره و به نظر من زیاد قابل استفاده نیستش. پیشنهاد من اینه که شما از محیط برنامه‌نویسی ویژوال استودیو 2022 استفاده بکنید یا هر نسخه‌های دیگه‌ای از ویژوال استودیو که حالا میتونید در دسترس هستش. قابلیت‌های بسیار بیشتری نسبت به خود IDLE پایتون داره. اما فعلا اولین کاری که باید انجام بدیم در واقع دانلود و نصب پایتونه. خب توی این صفحه بعد از سرچ کردن دانلود پایتون همین اولین پیجی که واسهتون اینجا نمایش داده میشه سایت رسمی خود پایتون کلیک میکنیم. خب اینجا آخرین ورژن پایتون برای ویندوز گذاشته شده، همونطور می‌بینید پایتون 3.12 آخرین ورژن ویندوز هست برای پایتون. خب یک لحظه صبر کنید. خب این دانلود انجام شد. حالا میتونیم بریم توی پوشه دانلود ها و یک لحظه. خب اینجا در پوشه دانلود پایتون 3.12.1 هستش. من قبلا این پایتون رو نصب کردم، فقط صرفا یک بار دیگه توضیحات رو میدم. اینجا سه تا گزینه برای من هستش، شما قبلا نصبش کردم اینجوری هستش، ولی خب برای شما یک گزینه اینستال میاد. بعد از یک گزینه اینستال رو زدید مراحل نصب پایتون رو طی میکنید و پایتون روی سیستم شما نصب میشه. خب بعد از نصب پایتون وقتشه که وارد محیط در واقع ویژوال استودیو بشیم. خب ویژوال استودیو رو من برای این انتخاب کردم که خب قابلیت های بسیار بیشتری داره. خب همونطوری که گفتم یک کامپایلر وجود داره و یک مفسر. اینجا ویژوال استودیو 2022 داریم و اینجا ویژوال استودیو کد رو داریم. ویژوال استودیو 2022 یک کامپایلر هست، اما ویژوال استودیو کد مفسر هستش و تفاوت خیلی زیاد این دو با هم دیگه دارن. خب اولین تفاوتشون اولا در حجمشونه. ویژوال استودیو 2022 حجم تقریبا 40 گیگابایتی داره، در حالی که ویژوال استودیو کد نهایتا 300 مگابایت هستش. بسیار سبک‌تره، اما ویژوال استودیو 2022 در واقع قابلیت‌های بسیار زیادتری داره. من ترجیح میدم که از همین ویژوال استودیو استفاده بکنم. خب بعد از اینکه روی این گزینه کلیک کردیم این پنجره واسه ما باز میشه. روی گزینه کریت نیو پراجکت کلیک میکنیم. اینجا تمپلیت های مختلفی برای ما نمایش داده میشه. توی این گزینه ما میتونیم زبان برنامه‌نویسی خودمون رو انتخاب بکنیم، در چه زبانی میخوایم برنامه رو توی محیط ویژوال استودیو بنویسیم. خب ما پایتون رو انتخاب کنیم و همین گزینه اول پایتون اپلیکیشن. نکست. اینجا ما میتونیم در واقع
برای پروژه خودمون یک نام انتخاب بکنیم. اسم اینو من صرفا میذارم پایتون. و بعدش دکمه create. خب اینجا یک ارور به من میده. خب من قبلا مثل اینکه یک پروژه به نام پایتون دارم، من اینو حالا میذارم یک پایتون 2. اینجا وقتی create رو بزنیم، خب محیط برنامه‌نویسی برای ما باز میشه. خب اینجا گزینه‌های مختلفی هستش که در طول دوره باهاشون آشنا میشیم. اولین کاری که ما باید بکنیم اینه که نسخه پایتون خودمون رو اینجا اضافه بکنیم. روی این گزینه add environment رو میزنیم. سپس اینجا روی تب بیس اینترپرتر پایتون 3.12 رو ما دانلود کردیم. پایتون 3.12 رو انتخاب میکنیم و بعدش یک نام به عنوان مثلا environment 2 دکمه create رو میزنیم. صبر میکنیم تا ویژوال استودیو در واقع محیط برنامه‌نویسی رو برای ما ایجاد بکنه. اینجا یک اروری میده، حالا زیاد مهم نیستش، اینو رد بکنید و بله همونطور که میبینید نسخه پایتون اینجا به پایتون 3.12 تغییر پیدا کرد. خب تو این جلسه با نحوه راه اندازی در واقع محیط برنامه‌نویسی آشنا شدیم. در جلسات بعدی دیگه رسما کدزنی در محیط ویژوال استودیو و آموزش پایتون رو آغاز میکنیم. ممنون که ویدیوی ما رو تماشا کردید. لایک و سابسکرایب فراموش نشه. خدا نگهدار.